دویم کشکشک نه سوم کشکشک آمو اولی بشه همون سوم کشکشک خوی میکنی کو اینم قانون است با آنمون قسم پول ندارم تکلیف تو با آنمون قسم پول ندارم راست میگم برون عبدالرزاق جدا شدیم عبدالرزاق دیده چی شده کو؟ آننگی سیقتمم ولی بگو خوشمگه نامر کرد جان باللوگینو паролум қазамато қатера بیامی خدمانامه شهرنامه بندیم 15 الفاظ کفری قسم خوردن به غیر الله. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید هر کس بگه به کعبه شریفه قسم مشرک شده. به کعبه قسم خوردن شرک است. به مدینه قسم خوردن شرک است. به زیارت و به پیر صاحب و به سر دختر خو به سر بچه خو به سر مادر خو به سر خواهر خو قسم خوردن جز کلمات کفری است. قسم به الله به والله به بالله قسم میشه، به غیر از قسم نمیشه. امروز به هر چیز قسم میخوره و کسی که قسم یاد میکنه باید به الله و رسول و روز قیامت ایمان داشته باشه. باید قسم به غیر الله یاد نشه، چرا که الله از همه مخلوق با ما نزدیکتره. الله حل کننده هر مشکل است. الله از همه مخلوق با ما مهربانتر و خیرخواهتره و تمام نظام کائنات با تمام اسباب و ابزار مخلوق محتاج به الله است. الله محتاج احتیاج به کسی نیست. همه کلمات کفری ما بین مسلمان ها گفته نشه و اگر کسی قصدن یا سهوا گفته باشه از آخر استغفار کنه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. کلمات توبه استغفار کنه، دوباره تکرار نکنه و اجتناب بکنه از اینها. بری خانواده ها و برادر خورد کلان همه اعضای فامیل خود همه ما دعوت کنیم کتابای درست و سالم بستونین، سخنرانی های دعوتگران اهل توحید گوش کنین و اجتناب از الفاظ کفری و کلمات کفری بکنین.